تولد خدای خدایان یا زئوس. خب همونطور که می‌بینید ما زئوس رو به خدای خدایان میشناسیم. اصلا چجوری شد که زئوس به دنیا آمد؟ زئوس پسر کرونوس هستش. کرونوس بعد از اینکه با رئا ازدواج میکنه صاحب فرزندان زیادی میشه، هستیا، هرا، دیمیتر. اما به خاطر ترس از تاریخی که خودش رقم زده بود، همون پدرکشی که البته پدرش رو نکشته بود، اما به خاطر اینکه این تاریخ دوباره تکرار بشه، تمام فرزندان خودش رو بعد از به دنیا آوردن میبلعید. تاریخ داشت تکرار میشد دیگه و رئا هم همون شکلی از این موضوع خیلی ناراحت میشه. گایا و آرانوس این پیشنهادو به رئا میدن که شما بیا برو توی شهری به نام شهر کرت و اونجا بچه‌تو به دنیا بیار. رئا این پیشنهادو قبول میکنه و خب چون دوست داشته بچه‌شو به دنیا بیاره و فرشتگان انتقام این ندا رو به رئا داده بودن که اگه پسرتو جای دیگری بزرگ بشه میتونه از سرنوشت خودش که همون پدرکشی هستش فرار کنه. بعد از به دنیا آمدن زئوس، رئا این بار به جای بچه خودش یه تیکه سنگ و لایه پارچه میپیچه و میده به کرونوس تا بخورتش. من مهتابم، قراره توی این پیج راجع به کلی چیزای خفن با هم دیگه صحبت کنیم، پس همراه من باش.